خب برعکس ما اومدیم یه ویدیو دیگه بذاریم. این سری برخلاف ویدیوی قبلی ورزشی نیست متاسفانه. راستیتش چرا دروغ بگم تنبلیم شو ویدیو بذارم و به جاش اون 3-4 روزی که مونده بود و ورزش کردم. گفتن حسابی ورزش کنم که یه معلوم نیست چی در انتظارم باشه تو مسابقه، شاید ببرن شاید ببازن، ولی گفتم حداقل با آمادگی ببازم، بهتر از این تنبلی کنم و ببازم. و یه خواستم به شما بگم که چنل 25 تایی شد بالاخره و طبق ویدیو کوتاهی که گفتم اگه به 50 تایی برسیم قراره که من واسه شما استریم بدم. حالا اگه تو این 2 روز برسیم به 50 تا چه بهتر، به نفع خودتونه، چون قرار ولاگ بذارم به جا ولاگ میتونم استریم بذارم. حالا بازم خود بند، ولی از من به شما نصیحت، کانال من رو به بقیه معرفی کنید که سریعتر 50 تایی بشیم. و از حق نگذاریم ویدیو قبلی رو نگاه کردم، نمیدونم 2 تا لایک خورده یا 3 تا، شاید این چیزی یادم نمیاد نکردم. و اینطوری بگم که ولی ویدیو ترکیبی رو حمایت کردم، یه 3 تا لایک زده بودیم بشه، بازی داشت ولی بیشتر لایکاش بود. و اینطوری به شما بگم که اگه میخوایم ویدیو ولاگ رو شما ببینین و براتون بذارم، حتما لایک های ویدیو رو بالای 5 تا بذارید، چون من نیاز به حمایت های شما دارم و برای کیفیت بهتر ویدیو ها و شما حمایت کنید که به هر حال هم برای شما یه سودی داشته باشه، هم برای من، هم شما بیننده لذت به، هم منی که مثلا طول محتوا میکنم. و خلاصه همه چی بستگی به خودتون داره. و بعد الان فکر کنم 10مین ویدیویی که میذاریم، از این به بعد از این به بعد یعنی از ویدیو 10 به بعد یوتیوب به من خبر میده که چنل رسمی شده و چه بهتر که رسمی شده، چون مثلا کانال یوتیوب بعد 10مین ویدیو که میذاره یوتیوب بهش خبر میده که چنل رسمی شده و خبر خوشحال کننده ای. الان این ویدیو رو که بزنن 10 میشه، یه در نظر داشته باشید. و خیلی خوشحالم از اینکه شما حمایت هم کردید و حالا لایک که نکردید ولی بازدید خدایش خیلی خورده بود، مخصوصا ویدیو ترکیبی، و خدایش خیلی خوشحال شدم که حمایت کردیم و نگاه کردیم. و ایچی بگم که اگه میخوایم ویدیو ولاگ بذارم براتون از مسابقاتون، چه از مکانهایی که قراره برم، حتما لایک های ویدیو رو به 5 تا برسونید.